تنیده یاد تو در تارو پودم میهن میهن بود لبریز از عشقت وجودم میهن میهن. سلام بر شما دوستان. بعد درس‌های آموزش الفبای فارسی یا الفبای نیاگان خوش آمدید. امیدوار هستم که محتوای این درس را تکراری به تکرار میشنوید، آن را در دفترتان یادداشت میگیرید و بعد تکرار میکنید تا که این درس در خاطرتان بماند و آماده شوید بر درس‌های بعدی ما. گفتنی هستم که پایه‌گذار ادبیات ما استاد بزرگوار ابو عبدالله رودکی گفته بودند که مردمانی بخردند در هر زمان، راه دانش را به هر گونه زبان. گیر کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همه بنگاشتند. استاد رودکی میگوید که در زمانهای قدیم، زمانی که کتاب و دفتر و ورق و کاغذ و اینها نبود، مردمان دانش را روی سنگ با علامتهای مخصوص می نگاشتند و حفظ می کردند تا که یاوری آنها باشد دانش. گفته استاد رودکی بدین معنی است که دانش همیشه امکانات بیشتری را برای شما باز می کند و بزرگان ما انواع مختلفی دانش را با الفبای نیاگان نگاشتند و برای آیندگان میراث گذاشتند. با دانستن نه تنها الفبای فارسی بلکه الفباهای گوناگون، زبانهای گوناگون، امکانات هر یک انسان برای دسترسی به دانش‌های زمانوی، به دانش‌های معاصر و دانش‌های پیشرفته امروز بیشتر می شود و امیدوار هستم که این درس ها برای پیشرفت شما کمک بکنند. حرف جیم. حرف جیم آوای ج را افاده می کند. حرف جیم در علاهدگی و آخری کلمه چنین شکلی نوشته دارد. حرف جیم در اول و مابین کلمه چنین است و این شکلش را ما شکلی خرد گفته ایم و این شکلش را شکلی کلان. همان گونه که میبینید حرف جیم مثل حرف خ و حرف ه است، با این تفاوت که حرف جیم در زیرش نقطه دارد، حرف خ در بالایش نقطه دارد. و حالا توجه کنید به این مثال ها. ج، الف و نون میشود چی؟ جان. واو در پایانش علامت زیر یا کسره میشود وی و این هم ج. دال و الف و نون همش میشود وجدان و این هم ج در بالایش علامت پیش یا زبر میشود جو و این هم دال جود و این هم الف جدا و این هم میم در بالایش علامت فتحه یا زبر ما و این هم ج مج. نون واو نون نون میشود، مجنون همش میشود و این هم ت الف و ج میشود تاج و این هم ج و الف جا. واو در زیرش علامت زیر یا کسره وی و این هم دال وید همش جاوید و این هم ج در بالایش علامت فتحه یا زبر جا و این هم شین و این هم نون همش میشه چی؟ جشن و این هم ج در بالایش علامت پیش یا زمه میشه جو و این هم نون جون و این هم ب در پایانش علامت زیر یا کسره بی و این هم شین بیش همش میشه جون بیش و این هم سین در بالایش علامت فتحه یا زبر س و این هم ج سج و این هم دال و با های حوض در آخرش که ا میشود ده همش میشود سج ده و این هم ج در بالایش علامت فتحه یا زبر ج و این هم واو همش میشود جو و این هم ج در بالایش علامت پیش یا زمه جو و این هم سین جوس و این هم ت در بالایش علامت زبر یا فتحه تا و نون تن همش چی میشه؟ جوستن و این هم ج در بالایش علامت فتحه یا زبر
جا و این هم سین جس و این هم ت در بالایش علامت فتحه یا زبر ت و این هم نون تن، همش چی میشه؟ جستن. همان گونه که میبینید جوستن و جستن هر دویش تقریبا به یک شکل نوشته میشن، فقط با این علامت ها که در بالای حرف ها گذاشته میشن. در اینجا پیش گذاشته شده است و در اینجا هم فتحه گذاشته شده است، فرق میکنن با همین. و این هم ج در بالایش علامتی فتحه یا زبر ج و این هم ب جب و این هم ر، همش چی شد؟ جبر. و این هم ج در بالایش علامت فتحه یا زبر ج و این هم های هوز جه، الف و نون، همش میشه چی؟ جهان. و این هم ج در زیرش علامتی زیر یا کسره میشه جی، نون جین و این هم سین که میشه سه، همش میشه جینس. و این هم ج الف میشه جا، سین واو سین میشه سوس، همش میشه جاسوس. و این هم سه و آسا میشه. ج در پایانش علامتی زیر یا کسره جی، دال و در آخرش های حوض میشود ا، همش میشود ساجیده. ساجیده یعنی سجده کننده، که نامی آدم هم هست ساجیده. البته میم در بالایش علامتی فتحه یا زبر میشود ما، سین مس. ج در پایانش علامتی کسره یا زیر جی و دال جید، همش چی میشد؟ مسجد. و به چند کلمه دیگر توجه کنید. ب الف و ج میشود باج. ر در بالایش علامتی فتحه یا زبر ر، نون و ج همش میشود رنج. و ر در بالایش علامتی فتحه یا زبر میشود ر، نون رن و این هم ج واو و ر جور، همش میشود چی؟ رنجور. و این هم ج در پایانش علامتی زیر یا کسره میشود جی و این هم سین جیس و این هم میم جیسم. و این هم ج با الف هر دوش میشود چی؟ جا. البته با تدریج وقتی حرف های بیشتر را یاد گرفتیم شما میتوانید کلمه های بیشتر را با حرف جیم بنویسید. حرف چ. حرف چ آوایی چ را افاده میکند. حرف چ در علیحدگی و آخر کلمه به این شکل نوشته می شود. حرف چ در اول و مابین کلمه این شکل را دارد. خوب، این شکلش را ما شکلی خرد میگوییم و این شکلش را شکلی کلان میگوییم. همان گونه که میبینید حرف چ از لحاظ نوشت مانند حرفهای ه، خ و جیم است، تنها با این تفاوت که حرف چ در پایان خود 3 نقطه دارد. حرف چ یکی از حرف‌هایی است که خاصی تنها کلمه هایی که اصلا فارسی و تاجیکی هستند خاصی آنهاست. این حرف از جمله 4 حرف است که پیشینیان ما واردی الفبای عربی کردند و برای نوشتن کلمه های اصلا فارسی از این 4 حرف استفاده کردند. حرف چ که از جمله این حروف 4گانه است در کلمه های عربی دیده نمی شود. یعنی عرب ها حرف چ را تلفظ کرده نمی توانند، البته به استثنای بعضی شاید لهجه های زبان عربی. و حالا توجه کنید به مثال ها. و اینجا چ در بالایش علامتی زبر یا فتحه، نون و دال همش چی میشد؟ چند. چ الف و های حوض در آخرش میشود چی؟ چاه. چ با الف میشود چا، دال در بالایش علامت فتحه یا زبر میشود ده و ر در، همش چی میشود؟ چا در. و این هم چ پیوست میشود با های حوض چه و این هم ر و های حوض در آخرش که میشود ا میشود چهره. همان گونه که میبینید در کلمه
چهره حرفی های حوض مانند به و مه که در درسی های حوض دیده بودیم ترکیبی آوایی چی را ifade کرده است؟ ا و ه را. چهره و های حوض هم در این کلمه آوای ا را ifade کرده است و این هم چه در بالایش علامت فتحه یا زبر میشه چه و این ت و ر همش میشه چی؟ چتر و این چه در بالایش علامت پیش یا ضمه چو و این هم سین چوست و این هم ت چوست. چوست یعنی چالاک، چابک. و این هم حرفی چه در بالایش علامت فتحه یا زبر هر دو میشه چه و این هم ر و آ را همش میشه چی؟ چرا. و این هم چه در بالایش علامت فتحه یا زبر چه و این هم ر چر و این هم الف چرا و نون دال در بالایش علامت فتحه یا زبر میشه ده و این هم نون دن همش میشه چی؟ چراندن. و این هم چه در بالایش علامت فتحه یا زبر چه و این هم ر چر و این هم خ چرخ و این هم ب در بالایش علامت فتحه یا زبر ب و این هم چه بعد از آن های حوض آمده است چه همش میشه چی؟ بچه. با تدریج با اینکه حرفای دیگر رو ما یاد گرفتیم کلمه های بیشتر رو شما با حرف چه البته نوشته خواهید توانست. خوب این درس را دیدید و با حروف آشنا شدید. امیدوار هستم که این درس خوشتان آمده باشد و اگر خوشتان آمده باشد زیرش لطفاً لایک بگذارید و اگر خواسته باشید همرسانیش بکنید، یعنی پیوندی آن را به دوستانتان نزدیکانتان بفرستید تا اینکه آنها هم از این ویدیوها بهره ور باشند. سپاس از توجهتان. موفق باشید.